مطمئنم از تماشای این ویدیو کلی لذت میبری، چون قراره 10 تا از بهترین و به یاد موندنی ترین گل‌های اسطوره فوتبال یعنی کریستیانو رونالدو رو ببینی. رونالدو از زمانی که به صورت رسمی فوتبال بازی کرده تعداد گل‌های زیادی زده. زیاد که چه عرض کنم، 852 گل که هر روز هم به تعدادش اضافه میشه. یعنی اگه 148 گل دیگه بزنه به رکورد خارق‌العاده 1000 گل میرسه. 1000 تا شمردنش هم وقت میبره، چه برسه به گل زدن. هرچند که همین الان با 852 گل رکورددار بیشترین گل زده تو تاریخ فوتباله. ما تو این ویدیو سعی کردیم از بین این همه گل 10 گل برتر رو انتخاب کنیم. البته که 10 تا انتخاب کردن هم واقعا سخته. طبق معمول از آخر شروع می‌کنیم. یعنی گل شماره 10. گلی که تو رقابت‌های لیگ قهرمانان در مقابل تیم سابقش منچستر یونایتد زد و اولترافورد و جمعیتش رو یکجا ساکت کرد. هرچند خود رونالدو به احترام تیم سابقش خوشحالی بعد از گل انجام نداد. گل شماره 9. این گل زیبا مقابل تیم اتلتیکو مادرید در دربی مادرید از روی ضربه کاشته زده شد. یه ضربه تکنیکی و بی‌نقص از فاصله دور که فقط رونالدو میتونست گلش کنه. یادمون نره که تیبو کورتوا سنگربان فعلی رئال تو اون بازی درون دروازه اتلتیکو قرار داشت. گل شماره 8. این گل هم تو لیگ قهرمانان اروپا زده شده. بازی رئال مقابل روم تو ورزشگاه المپیکوی شهر روم. خوشم میاد همه گلای قشنگ رو تو خونه حریفاش زده. رونالدو با یه حرکت انفرادی زیبا و ضربه زیباتر دروازه روم رو باز کرد. گل شماره 7. این گل مربوط میشه به حساس‌ترین و مهیج‌ترین بازی جهان یعنی ال کلاسیکو. رونالدو که اون موقع‌ها تو اوج جوونی و البته پختگی بود، توی حرکت حیرت انگیز که بیشتر شبیه حرکت کارتون فوتبالیستا بود، پیکه مدافع بارسا رو محو کرد و گل زد. یکی از دلایل نفرت پیکه از رونالدو فکر کنم به خاطر همین حرکت باشه. خلاصه که این گل هیچ وقت از خاطر فوتبال دوستان به خصوص رئالی ها نمیره. گل شماره 6. این گل رو بازم از مسابقات لیگ قهرمانان اروپا انتخاب کردیم. بازی رئال مادرید مقابل گالاتاسرای ترکیه در ورزشگاه خانگی گالا. گفتم که همه گلای قشنگش رو تو خونه حریفا میزنه. رونالدو با یه حرکت دیدنی و تکنیکی 3 بازیکن گالا رو پشت سر میذاره و با پای غیر تخصصیش یه گل به یاد موندنی میزنه. گل شماره 5. این گل رو دیگه از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس انتخاب کردیم. دیدار تیم‌های منچستر یونایتد و آرسنال. رونالدو از روی یه ضربه آزاد از فاصله حدود 35 متری موفق شد گل بزنه. هیچ کس فکرشو نمی‌کرد بخواد از اون فاصله مستقیم بزنه، اما رونالدو با یه شوت محکم و دقیق به زیبایی دروازه آرسنال رو باز کرد. از اون فاصله حتی سانت کردنش هم سخته. گل شماره 4. این گل یکی از عجیب ترین گل‌های رونالدوه. تو بازی مقابل والنسیا رو سانتر دیماریا توپ روی هوا رو به شکل عجیبی با پشت پا گل کرد. انگار توپ به هر جاش بخوره گل میشه. واقعا گل محشری بود این گل. گل شماره 3. باز هم ال کلاسیکو، باز هم پیکه و باز هم رونالدو. تو بازی سوپر جام اسپانیا تو ال کلاسیکو بین رئال و بارسا، رونالدو در حالی که از نیمه دوم به بازی اومد صاحب توپ میشه و با یه حرکت دیدنی پیکه بدبخت رو دریبل میکنه و با یه ضربه دیدنی تر گل میزنه. گفتم که دلیل نفرت پیکه از رونالدو همین دریبلاست که ازش خورده. شادی بعد این گل هم خیلی جالب بود. رونالدو بعد از گل لباسش رو در آورد و هیکل و سیکس پکش رو به رخ همه کشید. البته چند دقیقه بعد تو همون بازی اخراج شد. گل شماره 2. اگه گل شماره 1 نبود حتما این گل رو به عنوان بهترین گل رونالدو انتخاب می‌کردیم. سال 2008-2009 مرحله 1/4 نهایی منچستر تو خونه پورتوی پرتغال به مصاف این تیم رفته بود. رونالدو که اون سال آخرین فصلش تو منچستر بود، از فاصله 40 متری با یه شوت دیدنی دروازه پورتو رو باز کرد. این گل انقدر زیبا بود که فیفا از همون سال تصمیم گرفت یه جایزه با عنوان جایزه پوشکاش برای زیباترین گل هر سال در نظر بگیره و اولین جایزه پوشکاش رو هم به خاطر همین گل اون سال به رونالدو دادن. گل شماره 1. و بالاخره میرسیم به گل شماره 1 و شاید بهترین گل تمام دوران رونالدو. تو بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم رئال میهمان یوونتوس ایتالیا بود که رونالدو با یک گل قیچی برگردون محشر دروازه بوفون افسانه‌ای رو باز کرد. بوفون تو تمام دوران بازیش گل برگردون نخورده بود، اما رونالدو این کارو باهاش کرد. این گل انقدر زیبا بود که حتی هوادارهای تیم یوونتوس به احترام رونالدو ایستادن و تشویقش کردن و حتی بعدها معلوم شد یکی از دلایلی که رونالدو سال بعدش به یوونتوس رفت همین تشویق توسط طرفداران یوونتوس بود. مثل اینکه خیلی از این حرکت خوشش اومده بوده. این 10 گل از بهترین گل‌های کریستیانو رونالدو بود که براتون انتخاب کردیم. به نظر شما کدوم گل از همه قشنگ‌تر بود؟ تو کامنت‌ها برامون بنویسید.